تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکستی سلیمی ایوبزاد. سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدتی طولانی است که از میکروفون یا صدابر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد. امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایتی تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره‌ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو پخش میشد و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید، نشنید و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دستی شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست آورد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسع، فراخ، گشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری به مزد مفت است و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پول نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعهای تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ هایی هستند به مثل گنجی سوخته، گنج بادآورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنج بزرگ است و گنج خوبی است که سزاوار پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم اشک بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سالهای زیاد در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم. البته شاید اشک چشمان ما را پر کند. بر ترتیب خب امیدوارم برنامه امروزه ما پسند شما آید که امروزش درباره با مناسبت 70مین سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعداً به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در آن دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعداً کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان
زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه‌های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمت زیادی کرده است. و خب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم. امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکری خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چه چیزا در یادتان مانده است که میخواهید بار دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم. در راه هستید مهمانی یا در جای کار علاجه خواندن ندارید امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. سلام علیکم شنوندگان محترم. بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش‌های ما که از نیویورک پخش می‌شوند شناس هستند و می‌دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می‌کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می‌پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفسیونالی از ما می‌پرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشته‌اند مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته‌ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند 7 نوامبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحبا. تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیوی آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم. در میونخن که بود، البته اونجا آن وقت میشنیدیم که رادیوی آزادی است و بخش روسی را بعضا میشنیدیم پنهانی با پخشکنی آواز بلوغی میکردن. به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی یک من چیزی گفته نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم سالهایی که من آمدم سال 1975 سری کار آمدم، اون وقت با نام ترکستان و 3 شعبه را در بر میگیرید: قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستند و برنامه تاجیکی چیزی نبود. راستی گفت یک هفته 3 بار یا 4 بار پخش میشد. در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود. و راستی گفت من باید گویم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو، سیاستی آشتیگی، سیاستی پر کردن آن واکوم، میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد. اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم. میخواستم یک همین آواز تاجیکستان
نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب، در مابین در خود همین رادیوی آزادی هم یک فهمند که تاجیکستان چیست. چون یک به نظرشان یک جمهوریچه خردی نظر ناگیری تابع دیگر جمهوری ها، یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان. در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی خرابی کوهستانی، فقط آشکارا گویم قشاقی همینطور. اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی چی دارد، مدنیتی بای قدیم دارد، مردم ایرانی نژاد تاجیکستان یک از عالمی متمدن، عالم های زبردست، نویسنده ها، شاعرها. به همین چیز من تکیه کردم و تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود. این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه، تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد، این تاجیکستان جدایی میخواهد، اما متحد بودند. خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی علاهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنای دیگر را تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود، مسئله کادرها و یک چیز دیگر هم هست. شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری، مطبوعات، روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست. اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه. غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکیلات های دیگر میشنوند. من اینطور فکر و ملاحظه ها هست، اما بیواسطه خودمان رابطه کرده نمیتوانستیم، چون که بوغی میکردن. ما میشنیدیم که در ناحیه کالخوزآباد یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف میکنن و این برنامه ها را پخش میکنن، بوغی میکنن. اما بعدا پدیده های نو به میان آمد. ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان با رادیوی ما، از اهل ادبیات، صنعت، اسکر حکیم، کمال عینی، نیازی، دادری فتح نیازی، شفقت نیازی، من باز دیگر شخصان، خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدن، مدیری انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی مصرف، این سفیر در امریکا، نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رادیو یک همین تصورات، یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر، البته اون نماینده های رسمی، که این رادیویی است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید، چیزی برعکس گویا دشمنی وای هست حکومت. اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست، برعکس. و به همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر، من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریدتان. حاضر اگر مقایسه کنیم من چطوری که از برنامه ها معلوم من چقدر پیش رفت رادیو، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتا که ما با وزیر امور خارجی وا میخوریم، با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید عالیموف و شخصان دیگر میان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رادیو صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رادیو گویا مخالفت، اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رادیو یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حقی گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را
فهمیدن. قبل از اینکه به رادیو شما بیایید 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته کارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید، کاتبی مسئول. بله، از این دور یک کمی گپ می‌زدیم. تشکر. البته چطوری که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید میشناسند در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستانی سوویتی بودم و این سالهای 60 بود، درست است؟ سالهای 60 بود، بله، تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما بجا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدم‌های بفهم، اما خودتون میدونید و شنونده‌ها هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن از همون چارچوبه سیاستی رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلات گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سرمحرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی سرمحرر است و جانشینان سرمحرر همیشه هر یک چیز، اگر یگان چیزی که یک کمبودی در آن میشد بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی بدون مصلحت ما درس کردن نمیتوانستیم. به خاطر می آورم یک چیزی بود درباره نام‌هایی که در تاجیکستان هست، نام‌هایی که بی‌زیب بود و به مانند شلاگباوم یا در پهلوی نام بزیب تاجیکی البته ترجمه روسی آن می ایستاد که هم بی‌زیب بود و گپ برای بد دیدن زبان روسی نه. البته اینا همه فهمون زبان روسی همه دوست می دارند و هیچ ملتچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه‌های خودش رو بیان کرد. گفت که چرا مثلا در پهلوی کینوتئاتر وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاگباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه. همین چیز را بیان کرد. ما در هیئت تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی آن وقت حلیم سرمحرر بودن، بسیار آدمی نیک و به مانندی نامشون حلیم و نشر کردن. چی واقعی شد و وقتی که این شد سرمحرر را از کار گرفتن، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردن. ما همه طرفدار بودیم. البته بعضی کسایی بودن که از این چیز سوی استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا. من اینطور چیزها هستن در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبت شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه‌های بیان میکردیم و از زمان دایره صحبت شخصی بیرون نمیبرآمد. و اون وقت هم آرزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چیز شد، آزادی شد، خود تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. ما میبینیم که در امریکا، در مملکتی بزرگ عالم، یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام، رشید عالیموف. دوره کاری ما در تاجیکستان سوویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعداً سرمحرر شدن، مصایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم.
به جای حیات پرتیوی، به جای من اینطور، به جای ها حاضر من پخترا تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف و فکر میکردیم اما چیز عملی شده نمیتوانیم. خب اینها رو بعداً در مونخن در رادیوی آزادی عملی کردید؟ عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر میشود و در بین مردم پخش میشود و صدای رادیو چیزی دیگر، البته آن چیزها رو البته ما گفتیم. مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که میگن که از اون احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنیم. نه خدا نکنه، میگفتیم که من این روشی دیگر است، یک تجربه دیگر است. من همین خیلی احوال و از خود سخنان نویسنده ها شاعرها ما میگرفتیم و آنها را تکرارا میگفتیم. به خاطر هم هست اولوغزاده میگفتن که من همین دهقان تاجیک در سرما و گرما نگفته کار میکنه و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگفتیم که چرا این طور، چرا همین مهنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبت تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر، شما خدمت شما خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم. برای ما از این چیز گویا از همه آردن ها و آن مکافات های عالی که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود. کدام سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدام سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شده؟ از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم با. بله. بعداً قدم اول بود. قدم اول بود. در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار میشوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد و اون وقت عنوان دیرکتور نبود، سرمحریر بود. بله سرمحریر این شعبه و ما کار یک اندازه تغییر دادن شدیم، البته با علاقمندی با آن قوه‌ای که داشتیم و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد. این کی بود آقای؟ سال آخری 77. بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان. در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد اگر همینطور گوییم. بله. به اصطلاح با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی عبارت، همسایه های وای چی، ما را کیها میشنوند. در آمدی گپ ما از ایران نام میگرفتیم که برنامه های ما را میشنیدن. بله. نه نامه های خیلی قشنگ از افغانستان میگرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیدنی برآمده میگفتیم که در آن جمهوری که مثلا تمام زبان ها گویا به هم نزدیکن، ترکمنی، قرقیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردمی تاجیک و باز من تکرار میکنم از جهت ارقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان رو ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم. در واشنگتن نماینده‌های دیگر آمدن و گفتن که بله یکی از اولین شعبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بدیم و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نوشتن، نامه نوشتن
و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم، با بعضی دیگرها بودن، من همینطور بود. و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آن جهت که رابطه مستحکم شد، کارمندای نو آمدن و دوستی و همکاری ما دوام دارد و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده به من وظیفه مخبری را در اینجا ادا کرده. شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیل، شما هنوز سردار ما هستید. تشکر. فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که شما به پنسیا برآمدید سال 95. خودتان من گفته این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سین نفقه برآید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد از طرف شمایان و از طرف راهبریت که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدن، یک باد نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم و بغیر از این به مسئله های عائلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردن و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنن همه و ما خواستیم که من این عائلوی یک جا شویم. باز ما اگر این چیز یک جالب باشد نبیره‌دار و نبیره پایه یکی از لذت‌های زندگی. آقای دنی، ما برای فرزندان شما، عائله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیوی ما، از برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد. تشکر، سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده‌های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه هم کسب‌ها، همکارای ما و تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمان بینیم، دوستای با آغوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر و شاید من یک چیزی دیگر خواست نشان کردنی بودم که به قریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که او با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من با از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خدا میرسانم. من اونها را یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستند و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشند. تشکر به شما آقای جاوید. تشکر از شما جناب آقای مارکل دانیل. سلامت باشید. خوش باشید. این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگری پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، واقعه‌های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه هایی که نه همه آنها در برنامه‌های ما پخش شدند به سبب تنگی فرصت یا به سبب‌های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید. امیدواریم که به شما پسند آید و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهاد در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و در زیر این برنامه در
شکل کامنت و شرح حتما از خود باقی گذارید و بعدا میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نافهمایی که درباره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.